ما تقریبا 2 تا کارگر داریم در اینجا، یک زن و مرد هستن که کار میکنن و خود همشیریم هست و برادر ما در اینجا مسئولیت از این گاوداری را بر عهده داریم. فعالیت ما در 2 بخش بود، هم جواهردوزی، هم گلدوزی و همچنان خیاطی ساده دخت و دوز. ما تصمیم گرفتیم که نوآوری‌های صورت بگیره در هر بخش، در هر حیطه. و این قسمت موردوزی ما میتونم گفته که این زیاد اینجا رواج بود. باز من خواستم یک سبک از خود موده که در ولایت نیمروز هست همراه خود گند افغانی بافته که از دیگه ولایت صورت میگیره این ترکیب کنم و هر دور یک دیزاین خیلی مقبول شده. نحوه استارت کار خود ما یاد گرفتیم، فهمیدیم که چطور بتانیم یک کار کوچک شروع بکنیم و او بتانیم او کار خود گسترش بدیم. در مورد کورس های یا ترنینگ های SIYB برگزار شده بودن. 2 تن از استادای ما و همکارای ما که در این کارگاه فعالیت میکنه اونا شرکت کردن و خیلی از تجربیات از اونا ما در این کار استفاده کردیم و بسیار مفید واقع شده برای اونا. در بخش تجارت معلوماتی که داده در مورد نحوه برگزاری یا نحوه ایجاد یک تجارت کوچک خیلی معلومات مفید کسب کردن و در کسب و کار ما هم از معلوماتی که اونا دارن ما استفاده کردیم. ما از دفتر انتاتن بسیار تشکر میکنیم که قدر زحمت کشیدن و کورس ها بسیار بر ما مفید بوده. ما تانستیم مفاد بسیار خوب از این کورس ها به دست بیاریم و تانستیم انگیزه خوب داشته باشیم برای فعالیت زنها در زمینه تجارت. توقع ما این است که ترنینگ های هم برگزار بشه که از طریق سوشال میدیا ما بتونه تبلیغات کنه و او حساب ما توقع ما این هست که در دور بعدی انشالله این موضوعات هم گنجانیده بشه در ترنینگ ها.